با شابش خونه ایدئالتون رو به دست بیارید. بله. زنگ زدم سایت شابش رو معرفی کنم. تو این سایت میتونی خونه بخری، بعدش بیای خواستگاری من با هم دیگه بریم زیر یه سقف. بذار رکتر با حرف بزنم. یکی از شروطی که خانواده ما واسه ازدواج داره داشتن خونه است. خب من که ندارم. خب یکی بخر دیگه. چه اصراری داره بریم زیر یه سقف؟ ببین من یه خواستگار دکتر دارم، یه خونه لب دریا داره تو قیطریه. خانوادم هم هی دارن فشار میارن. نمیخوای هیچ اقدامی بکنی؟ الان با گل و شیرینی میام. وای تلویزه. بله منزل پونه اینا؟ بفرمایید. شما ننش هستید؟ ببین آقا پرویز، من دخترمو به کسی که خونه نداشته باشه نمیدم. فکر نکنید همجا الکی پا شدین اومدین اومدم اینجا. پیوند دخترتون رو با آقای دکتر تبریک بگم. ایشالله زیر یه سقف پیر شن. دکتر کیه دیگه؟ پونه؟ اسیر شدیم این وقت شب. خیلی خنگه. قفلی زده بریم زیر یه سقف؟ بله. من بابای پونم. شما خجالت نمیکشی؟ اسم رو دختر من گذاشتی، بعد یه خونه ازت خواست، غیبت زد. تو غیرت نداری؟ غیرت دارم، پول ندارم. یعنی تو اینقدر انسیه؟ پدر من پونم. تو خونه واسه من همون اسم شناسنامتی دخترم. هر وقت شوهر کردی بگو بهت بگه پونه. قرتی بازی. بفرمایید. این سند زمین شماله. بذارش تو همون سایت شابش بفروشش، یه خونه واسه خودت بخر. این پسره که بخاری ازش بلند نمیشه، حداقل خودمون یه کاری بکنیم. مرسی پدر. خواهش میکنم. انسیه. بذار رو اسپیکر. لا اله الا الله. چیزی شده ساعت 4:30 صبح؟ بابام گفته میتونی بیای خواستگاریم. خونه ندارم که. ما خودمون خونه رو خریدیم. جدی؟ آره. راستی من ماشینم ندارم پونه جان. هانی دارلین. مسک قطع شد. چیه؟ ها من اشتباه کردم. میدونستم به اشتباهات پی میبری. ویلای شمال از ماشین واجب تره. اگه امکانش هست اونو بذارین تو اولویت. پونه سویت هارت با شما. الو. چقدر بی ملاحظه ان اینا. اسیر شدیم این وقت شب.